الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی نبی بعده. اما بعد، همگان میدونین عزیزان دل که در ماه مبارک، در ماه نزول قرآن قرار داریم. این روز هم که باشد خواستم در اطراف یک حدیثی که اگر چند کوتاه است لیکن معنی کلان را در بر میگیرد با شما کمی صحبت داشته باشیم. از راوی اومد ابی هریره رضی الله عنه میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت قال اذا جاء رمضان، و هر وقتایی که رمضان بر مؤمنان می آید، فتحت ابواب الجنت، الله متعال به فضیلت این ماه بزرگ، به فضیلت این ماه قرآن، الله متعال درهای جنتش را گشاده میکند. و غلقت ابواب النار، و درهای دوزخ را بسته میکند الله متعال. و صفدت شیاطین، و شیطان ها را بسته میکند. عزیزان دل، اگر من و شما کمی اندیشه در اطراف این حدیث پیغمبر کنیم، به حد چیزایی را درک میکنیم و از بسیاری چیزهایی که پیش از رمضان داشتیم واسه الله توبه و ندامت میکنیم. به خاطر که وقتی که بر آمد ماهی بزرگ الله متعال درهای جنتش را گشاده کند، از این دیده می شود که این ماه نزد الله متعال به حد ماهی بزرگی هست که به فضیلت اون درهای جنتش را گشاده میکند. غیر ماه شریفی رمضان دیگر ماه ها هست، لیکن نظر کنید که الله متعال فقط در این ماه بر آمد این ماه بزرگ درهای جنتش را گشاده میکند. از این دیده می شود که این ماه در فضیلت و در بزرگی و در عظمت و در ثواب برای بنده های مؤمن به حد یک ماه بزرگ است. ایرا باید هر یک بنده مؤمن همچو یک گوهرک چشم، همچو یک سنگ قیمت بها در بالای دست گرفته از روزها و از شبهای این ماه بزرگ استفاده بره. چه از اون استفاده بردن از تلاوت قرآن می رود، از خیر احسان می رود، از دعوت اسلام می رود، از نیکی به پدر و مادر می رود. از هر طریق نیکی که باشد انسان مسلمان باید در این ماه بسیار سعی و کوشش کند، به خاطر که شاید بر رمضان دیگر من شما در این عالم نباشیم. به همین خاطر وقتی که الله متعال درهای جنتش را در این ماه بزرگ گشاده میکند، ما عقلای خود را کار بفرمیم و بدونیم که این ماه بزرگ است، ماهی هست که انسان غیرت کند، کوشش کند تا که خودش را صاحب چی بگرداند؟ جنت المأوا بگرداند. و در دوام پیغمبر میگه و غلقت ابواب النار، و الله متعال در این ماه درهای دوزخ بسته میکند. نگاه کنید که درهای دوزخ الله متعال در این ماه بزرگ یعنی ماه رمضان درهای دوزخ بسته میکند. به این خاطر نیست که اگر کافر در این ماه بمبره، کافری که به قرآن و به پیامبر ایمان ندارد اون روز جنت میرود، نه، بلکه بستن این معنا را دارد که این ماه یک ماهی هسته که بنده مؤمن سزاوار نیست که در این ماه چکا کند؟ عمل اهل دوزخ کند. یعنی بنده مؤمنی که عقل ادراکش داده است الله متعال، او را ارزندش نیست که این عمل صالح در ماه بزرگ ترک کند عمل اهل دوزخ کند. این را ارزندش نیست. مسلمان باید درک کنید هر سخن پیغمبر به خود معنی دارد، به خود مفهوم دارد، نه اینکه اون کافری که ایمان ندارد او به جنت میرود، نه. و صفدت شیاطین، و شیطان ها بسته میشوند.
شیطان ها چیکار میکنن؟ بسته میشن. عزیزان دل، ما پیش از رمضان وقتی که شیطان اول ضربه بر ایمان انسان میزنه، یعنی درون انسان اول به شرک و کفر آلوده میکند، یعنی تیشه بر ریشه ایمان میزند شیطان. لکن در این ماه وقتی که شیطان ها را الله بسته میکند، باید ما اولا از همه مهم درون است، باید ایمان خود را چیکار کنیم؟ تجدید کنیم. یعنی که ذکر و یاد الله را زیاد بگیم که تا که درون ما عقیده صحیح برقرار بگیرد. وقتی انسان اگر درونش ایمانش رابطش به الله، به پیامبر، به قرآن موافق کی شود، ظاهر انسان الکی اصلاح می شود. به همین خاطر در این ماه وقتی که شیاطین الله متعال بسته میکند، ما کوشش کنیم که در این یک ماه نفس خود را کنترل کرده و عقیده خود را به قرآن موافق کنیم، تا که بعد از ماه رمضان که سپری می شود، نکند که شیطان باز همون عقیده باطل، رفتار باطل خودش را در زندگی من شما چکا کند؟ جاری کند. این معنا را دارد. بنده به یک علم ناکافی خود تا توانی که داشتم به شما بیان کردم. الله متعال هر یک من شما را توفیق نصیب و روزی بگرداند در این ماهی بزرگ.